بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و من استنى بسنته الی یوم الدین. والدین گرامی، جوانان عزیز و اطفال نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگه خدمت شما حاضر میشم با یکی از عناوین مهم مرتبط به زندگی یا تربیت و تعلیم فرزندان ما در غرب. عنوان امروزی ما قبلا صحبت کردیم در ارتباط تفاوت فرهنگ ها که آیا ما در اینجا مثل که در افغانستان زندگی بکنیم، چی را قبول بکنیم، چی را قبول نکنیم، که بعضی نکات ما شما اشاره کردیم. و امروز سر ارتباط وقت دادن به اولادها، تمام فامیل خصوصا به اولادها. یکی از شکایاتی که ما اکثرا، یعنی باور بکنین، معمولا در سشن های پرنتینگ یا سشن های ورکشاپ هایی که ما دایر میکنیم، اکثرا شکایت خانم یا اطفال از خصوصا از پدر در ارتباط به ندادن وقت است، که وقت کافی و وقت لازمه برای اطفال اونا نمیتن. چرا اینا نمیتن؟ این به خود ما شما ارتباط داره. ما میفهمیم هر کس از خود یک زندگی، یک نظام زندگی خاص را داره، مسئولیت ها فرق میکنه، گرفتاری ها یک تعداد از طرف شام کار میکنن. اکثر ما در شهرهای فرامسال در کشور بریتانیا، افغانای ما اکثریت مصروف تاکسی هستن، رانندگی میکنن، شام ها و شب ها مصروف می باشند. ولی با در نظر داشت یا با احترام به هر شغل و کسبی که دوستا، برادرها، فامیلا دارن، ولی یک طرف قضیه را متوجه باشیم، چیزی که بسیار مهم است، موضوع اطفال ما شما یکی از سیوینگ ها یا سرمایه گذاری اساسی در زندگی ما اینمی هستند. قسمی که در معرفی درست یاد کردیم. والدین گرامی، یعنی معمولا وقتی که بحث صورت میگیره، والدین میگن که ما مصروف هستیم، یعنی من نمیتونم که وقت بکشم. اما شما اگر دقیق تر، درست از در افغانستان وقتی که آدم میره میبینه که همگی وقت قدر مصروف نیستن. فعالیت های اجتماعی، دید و وادی ها، نشست ها، قصه ها و افسانه ها و مهمانی ها و ایگپا هست، چرا که نظام زندگی از اونجا تا اینجا بسیار فرق میکنه و در اونجا چالش ها او قدری که در اینجا چالش بسیار زیاد است از دیدگاه اخلاقی و تربیتی و ادبی در اونجا نیست. بنابراین ما خود ما میفهمیم که وقت کشیدن میتونیم برادر و دوستا. من چرا برادر زیادتر میگم؟ به خاطر از اینکه مخاطب ما زیادتر برادرها از دهنی عنوان، به خاطر از اینکه اینا وقت زیادتر ما نمیتیم. شکایت همگی به شمول خانواده و فامیل ما از مایی است که ما وقت کافی که لازم است برای اونا نمیتیم و تمام فشار سر خانم میه و ما فقط مسئولیت ها را برای مکتب، مدرسه و با خانم میمونیم. و وقتی که یک مشکل ایجاد میشه، وقتی که فرزند ما دتنشن میگیره، وقتی که اکسکلوژن خدا نخواسته میگه که از مکتب موقتی اخراج میشه یا یک رفتار تأدیبی و برش داده میشه در مکتب، باز ما میگیم که چرا این کار شد. باور بکنین، من به صراحت و به یقین براتون میگم، چرا تجربه میره نشان داده. وقتی که در مکتب 6 سال 7 سال تدریس کردیم و من حیث مشاور کار کردیم، یگانه براتون بگم که کمیونیتی که در پیرنتس ایونینگ یا شام‌هایی که برای والدین ترتیب میشه که بیان امرایشان معلمین صحبت بکنه در ارتباط تعلیم اولادایشان، اونا کسی که کم حاضر میشد، باور بکنین که با تاسف افغانای ما بودن و در اونجا ما مجبور میشدیم که از ترجمان ها استفاده بکنیم و خواهرای ما می آمدن و اونا ناچار یکی دو کلمه به حساب میگفتن همه چیز درست است، بس میرفتن. و این یک خطر بسیار کلان است، یک تهدید بسیار کلان است برای روان یک طفل و در عین زمان برای آینده و برای رشد تعلیمی آینده ازی و رشد تربیتی ازی. شما فکر کنید که در مکتب که آدم نشه، فکر کنید در خانه چقدر تاثیر داره که چقدر ما وقت میدیم و چقدر با اولادای خود ما غذا یک جای میخوریم، چقدر با اولادای خود میشینیم
یعنی به این که دوستانه و عادلانه را قضاوت بکنیم، آیا روزانه ما از اولادای خود پرسان میکنیم که امروز در مدرسه چی را خواندی و در مکتب چی را خواندی؟ به این که هر کدام ما و شما یک پس رفلکت بکنیم، پس یک دفعه به طرف خود ببینیم، خود محاسبه بکنیم که ما آیا از اولادای خود پرسان میکنیم که روزانه چند ساعت ما با اولادای خود مصرف میکنیم. من که فکر میکنم یعنی یگانه چیزی را که باور بکنیم که اونا از شما پول نیاز ندارن، ضرورت ندارن در اینجا پول کافی، یعنی برای خاطر مصارف از اونا خود حکومت یا سوشل سکیوریتی و سوشل سرویس میدن. به لپتاپ اول ضرورت ندارن، به موبایل ضرورت ندارن، به آیپاد ضرورت ندارن، به اتاق علایده ضرورت ندارن. باور بکنین برای شما ضرورت دارن بسیار. اولین راه حل تمام مشکلات خصوصا تربیتی و تعدیبی برای اطفال و حتی تعلیمی او دادن وقت برای اولادایتان است. بنابراین بیاین که یک نظام، یک سیستم جور بکنیم. یکی از علما میگه که 24 ساعت الله متعال که نظام زندگی رو جور کرده و اوقات برای ما شما 24 ساعت معرفی کرده، هفته رو معرفی کرده، ماه رو معرفی کرده، ساعت و دقیقه رو معرفی کرده. این به خاطر است که ما بر خود نظام جور بکنیم. همین 24 ساعت یکی از علما به 3 بخش تقسیم کرده. 8 ساعت از این برای استراحت و راحت تخصیص داده که یعنی ما راحت میگیریم و استراحت میکنیم، خواب میکنیم. 8 ساعت دیگه از این برای چی گفته؟ برای کار و مشغله های ما شما. و 8 ساعت دیگه برای لیجر و فامیلی گفته که برای فامیل باید شما وقت بتین و لیجر میشه 1 ساعت 2 ساعت دیگه رو ورزش بکنین، برین در کلاب میرین، ورزش میکنین، جیم میرین، دیگه میکنین. یا 1 ساعت دیگه رو با دوستا، ولی 6 ساعت 7 ساعت دیگه از با خانواده یک جای شما برین. اگر هالیدی میرین سعی کنین. بیشتر در درس قبلی ما شما گفتیم که رستوران رفتن چقدر مفید است. تنها به خاطر رضا نیست، این تنها به خاطر از این نیست که ما خانم خدا بگیم که یک شب تو زحمت نکش ما تو پیرون میریم و همه غذا میخوریم. اما یگانه وقتی است که شما با خانوادهتان شما میشینین، با اطفال و خانم میشینین صحبت میکنین. اگر در خانه باشین، خانم مصروف کار است، یک طفل در یک اتاق خود است، دیگر طفل در اتاق خود است. با این دنیای امروز دیجیتال هر کس با موبایل و آیپاد و کامپیوتر خود است و شما گفتن نمیتونین به خاطر هر کس میگه که من درس دارم یا کارخانه‌ای خودم میکنم. ولی در رستوران در جایی که شما میشینین همگی در اونجا فوکس به طرف یکی دیگه خود سعی میکنن. در اونجا شما قصه کردن میتونین، در اونجا خنده کردن میتونین، در همونجا شما میتونین یکی دیگه رو محاسبه بکنین، در اونجا پرسان بکنین که مشکل تو چی است، مشکل تو چی است. در امورات زندگی که دیگه گپ بزنید، در مورد زندگی که دیگه مشکلاتشون دیگهشون. یعنی بسیار چیزای است، بسیار راههای ساده است که شما میتونین که با او از طریق وقت دادن شما وقت بکشین. بنابراین اولین چیزی که میکنین به این که یک نظام، یک تقسیم اوقات برای خود جور بکنیم که روزانه حتما باید امرای اولادا باید بشینن و تمام فامیل باید 1 ساعت 2 ساعت باید شما بشینین. در این زندگی با وجود ما میفهمم که ما و شما وقت کشیده میتونیم. اگر یک ذره نظم داشته باشیم، برای خود یک قلم کاغذ بگیریم که ما از ساعت 4 میبریم تا 8 یا از صبح میبریم تا ساعت 4 و 5 و بعضا طفلا میرن مدرسه، بعد از ساعت 7 بجه میان، از ساعت 7 تا ساعت 9 ما باید باشم با طفل خود. هر کاری که می داشته باشم، هیچ مهمانی را قبول نمی کنم تا ساعت 8 بجه امرای از اینا تا ساعت 9 بجه می باشم. روزای ویکند خما روزای اجتماعی ما است که با دوستای خود، فامیلا یا مهمان می باشیم یا مهمان میایه یا غم از شاد است میریم. ولی اینا فراموش نکنیم برادرها، دوستا، که حتما روز 1 ساعت 2 ساعت با طفلای خود یک جای باید بشینیم، کوشش بکنیم که از اونا خواهش بکنیم به زور نه، به تشدد و خشونت نه، تا موبایل ها و تلفن ها و آیپاد یا خود گوشه بانن، همراهشان بشینیم، صحبت کنیم، قصه کنیم، با هم تلویزیون ببینیم، با هم چای بخوریم. چیزی که اونا خوش دارن، همراهتان از بازار آمدن یک بوتل جوس بیارین، اونا چیزی خوش دارن، میوه خوش دارن، میوه بیارین، یک زمینه مساعد شوا به شوق از اونا، به خاطر از اینکه راه حل اکثر مشکلات دادن وقت برای اطفال و مجموعاً به فامیل است، خصوصاً به خواهر ما، خانم شما و اطفالتان. اینا و ازشان پرسیده شد که چی کردن. این خودش یک محاسبه است و اون متوجه میشه، میفهمه که من از روزانه پرسان میشه.
از ما یک ارزیابی میشم و محاسبه میشم. دیگه چیزی است که اکثرا یعنی همه ما شما به این مبتلا هستیم، کوشش بکنیم که راه حل را پیدا کنیم، یک نظام به این جور بکنیم در خانواده خود و تا عنوان آینده ان شاء الله شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.